روز 21 دکامبر سال 2023 در شهر تویر روسیه مراسم دفن زاده تاجیکستان قادرجان امینجان دایر می شود. قادرجان همگی 32 سال داشت و در اوکراین کشته شد. در این باره از شرکت معری گوروچوب ویچنه پامیت خبر دادند. در کدام قسمت اوکراین و چگونه کشته شدن قادرجان امینجان تفصیلات داده نشده است، بجز اینکه قادرجان امینجان روز 20 نوامبر سال 2023 هنگام اجرای وظیفه‌های جنگی در جریان عملیات مخصوص حربی به هلاکت رسید. مقامات و مطبوعات روسیه جنگ ضد اوکراین را با وجود ده‌ها هزار کشته و صدها هزار زخمیش تا حال سرسختانه عملیات مخصوص حربی نام میبرند. مراسم وداع با قادرجان امینجان و نماز جنازه او صبح 21 دکامبر ساعت 2:00 دقیقه در مسجد جامع تویر برگزار می شود. مراسم ماتم و دفن این زاده تاجیکستان ساعت 11:15 دقیقه در قبرستان دمیتر و چرکاسی دایر می شود. گفته می شود که قادرجان امینجان را با رعایت قاعده های دفن افسران و سربازان از جمله با میتینگ خیربادی و شلیک‌زنی به خاک می سپارند. بنا به اطلاع رسانه های ولایت تویر، تنها طی 2 روز اخیر در این ولایت 3 نفر در جنگ ضد اوکراین کشته شده را به خاک می سپارند. قادرجان امینجان 29 ایول سال 1991 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او قبلا در پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان خدمت میکرد و چند سال پیش همراه اهل خانواده‌اش به روسیه کوچید و در تویر مقیم شد. در پی شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین، قادرجان امیرجان را نیز به منطقه عملیات جنگی سفربر کردند. از آغاز جنگ ضد اوکراین در این جنگ الکی 3 زاده تاجیکستان که در ولایت تویر به سر میبردند کشته شدند. قبل از قادرجان امینجان در اوکراین، پراپورشک ارشد کاملجان اورتیقوف و سترشنا سرگئی پاناماریوف جان خود را از دست دادند. اورتیقوف و پاناماریوف نیز قبلا در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت میکردند و یگان 10 سال قبل به تویر کوچیده بودند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریبا نیم میلیون آدم زخمی شدند.